طبق معلومات دقیق سال 2013 شهروند حلیمов محمدالله سفاрович سال تولدش 1989 زاده ناحیه موسه گویا که در وقت جهاد در دولت سوریه فافدیده است. یکچند معلومات دیگری که امروز دسترس ما گردیده است از خود شهر کلوب امروز 2 نفر در وقت جهاد در سوریه فافدیدند، 1 نفر دیگر از پایش زخمدار شده است. شهروند مومین بحرالدین فیضعلیویچ زاده ناحیه واسه برای اشتراک در همین مقاومت‌های در دولت سوریه و مدت معین از آزادی محروم کرده شده است. در عمل تطبیق نمودن قانون جمهوری اسلامی درباره آزادی وجدان و اعتیاد دینی از جانب پرکاتور ولایت ختلان در منطقه کلوب و گروه فوری رئیس کار داخلی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ولایت ختلان و دیگر مقامات حزب خود استدلال مسجدهای غیر قانونی عمل کننده معین و پس از جواب دادن نمودن برای قبولی قرار قانونی به مقامات داخلات ارسال کرده شد. غیر از این موافقی طلبی ماده 474 کدکس حقوق ویرانکنی ماموریت جمهوری اسلامی برای بقیت و تعلیمات غیر قانونی دینی مشغول شدن 8 عدد پرونده‌های حقوق ویرانکنی ماموریت ترتیب داده شده بعد به انجام رساندن به سوی شهر ارسال کرده شد. همزمان 360 عدد فیتای غیر قانونی مضمون دینی داشته و 23 عدد عددهای غیر قانونی مضمون دینی داشته از جانب کارمندان فوری دریافت و گرفته شده. در حدود شهر ناحیه قلمرو منطقه کلوب شماره عمومی جوانان او برای اون درآمد روزی درآمدی مفتی خودش فکر میکند که در آینده جوان بازخوانی کرده لیکن با ساختن یک سیمفونر یا خریداری نمودن یک تخته الکترونی البته کار تربیوی بهتر نمیگردد. برای این ضرور است که هر یک آموزگار از رکتور سرکرده تا همه اولا باید که در جاده خود مسئولیت رو به دوش داشته باشد. مادر از همون طلاق میخواه میگه اگه نوبت ماشین میخوادیمش اما هم موضوع داره که بچه ها منم یک روز هم یخته کنم